توی دبیرستان یادتونه به اون سینوس و تانژانت یاد دادن؟ نمودار سینوس هممون یادمونه. اما احتمالاً نمودار تانژانت یادتون نیست. اما من یادمه، چون دبیر حسابانمون میگفت تابع تانژانت معروفه به تابع لور، چون شکل نمودارش شبیه شکل کلمه لور میمونه. اینو گفتم که شما هم یادتون بمونه. نمودار تانژانت طوریه که در نقطه صفر روی خط افق قرار داره. هر چقدر شما از صفر به سمت مثبت نمودار حرکت کنید، نمودار از روی خط افق بلند میشه و از یک جای یک دفعه اوج میگیره. اما نقطه برعکسش هم دقیقاً درسته. اگه از صفر به سمت منفی نمودار حرکت کنید، نمودار میفته زیر خط افق و بعد از یک دفعه از یه جایی سقوط میکنه. اما اینا چه ربطی به بحث امروزمون داره؟ نمودار تانژانت شبیه یکی از قوانین عجیب دنیاست. کدوم قانون؟ این که به کسی که احساس خوشبختی و موفقیت میکنه، موفقیت بیشتری در دنیا داده میشه و کسی که احساس ناامیدی و شکست داره، بدبختی بیشتری داده میشه. یعنی روی نقطه صفر نمودار توی حالت خنثی اتفاق خاصی برای شما نمیافته، اما کافی کمی به سمت خوشبختی یا بدبختی حرکت کنید. به هر سمتی که حرکت کنید، از اون چیز به شما بیشتر داده میشه، چه خوشبختی چه بدبختی. فرض کن تو روی نقطه صفر قرار داری، کمی موفقیت تو زندگی پیدا میکنی و احساس امید بهت دست میده. در اثر این امید موفقیتتو بیشتر میکنی، موفقیت بیشتر، تلاش بیشتر، امید بیشتر، ثروت بیشتر. بعد با اون ثروت رو آموزش خودت کار میکنی، حرفه‌ای‌تر میشی و تو میافتی تو سربالای خوشبختی. اما متاسفانه برعکسش هم کاملا واقعیه. تو کمی شکست میخوری و در اثر اون شکست ناامید میشی. در اثر اون ناامیدی دچار انفعال میشی. اون انفعال باعث میشه دیگه تلاش نکنی. تلاش که نمیکنی، ناامیدیت بیشتر میشه و بعد اعصاب خوردی و بعد رو آوردن به سیگار و الکل و بعد چشم وا میکنی میبینی سقوط و سقوط و سقوط. در حقیقت تو توی این مدت داشتی آروم به سمت نمودار منفی حرکت میکردی بدون اینکه خودت خبر داشته باشی. حرفم چیه؟ نباید بذاری زندگی پرتت کنه سمت چپ. سمت چپ مثل صرصر است، بیفتی روش تا ته میری پایین. باید هر جوری شده خودتو سمت راست زندگی نگه داری. آدمیزاد باید چیزی یا کسی رو تو دنیا داشته باشه که به دنیا وصل نگهش داره. چیزی که وقتی روزگار خواست پرتش کنه سمت چپ، دستشو بهش بگیره و نذاره. اگه بخوای سمت راست نمودار، یعنی تو قسمت مثبت زندگی خودتو نگه داری، همیشه باید کمی احساس خوشبختی داشته باشی. شاید بگی من چیزی برای خوشبختی ندارم. چطور میتونم احساس خوشبختی داشته باشم؟ اونقدر که احساس خوشبختی مهمه، خود خوشبختی مهم نیست. طرف سانتافه داره، میگه خدا حواسش به من نیست. اگه حواسش به من بود به من BMW میداد. اما یکی دیگه 206 داره، میگه خدا حواسش به من بوده که به من ماشین داده. شنیدی میگن اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟ شاید سوالت اینه که اول احساس خوشبختیه یا خوشبختی؟ جوابش اینه که اول احساس خوشبختیه. اما خود این احساس خوشبختی از کجا میاد؟ از تمرکز روی داشته ها. بچه که بودیم مامانمون همیشه میگفت پولای قلکتو نشمار، بشماری کم میشه. اما قلک نعمت‌ها برعکسه، هر چقدر بشماریشون بیشتر میشن. هر روز دوباره نعمتاتو بشمار، دوباره بهشون فکر کن، دوباره مرورشون کن، دوباره یادداشت برداریشون کن. لحظه‌ای که یک نفر احساس کنه چیزی برای شمارش نداره، همون لحظه‌ای که احساس میکنه از قلم افتاده. لحظه‌ای که احساس میکنه تو کارگاه هستی نادیده گرفته شده و صاحب هستی حواسش بهش نبوده. درست تو همین لحظه است که ناامید میشه. این ناامیدی باعث میشه تلاشش رو متوقف کنه. تلاش که متوقف شد دچار انفعال میشه. وقتی دچار انفعال شد، بدبختی بیشتری سمتش میاد و اینجا همون لحظه‌ای که احساس میکنه بهش ظلم شده. همون لحظه‌ای که از خدا و خلق و دنیا حالش به هم میخوره. لحظه‌ای که احساس بیکسی تو دنیا بهش دست میده و از همین جاست که سقوط شروع میشه. نذار بیفتی سمت چپ. هر روز نعمتاتو دوباره بشمار. ویلی نلسون میگفت از روزی که شروع به شمردن نعمتام کردم، تمام زندگیم زیر و رو شد. شاید تو صورت زیبایی نداری، اما بدن سالمی که داری.
شاید تو یه شغل دهن پرکن نداری، اما یه منبع درآمد داری که باهاش احساس استقلال و عزت نفس کنی. شاید تو یه بچه مریض داری، اما تو حسرت بچه دار شدن که نیستی. گول این اینستاگرام رو نخورید. باور کنید مردم اونقدر که نشون میدن خوشبخت نیستن. دیدی زیر آینه بغل ماشینا نوشته اجسام از آن چه در آینه میبینید به شما نزدیکترن؟ کاشکی بالای تمام پیجای اینستاگرام زیر آیدی نوشته بود انسان‌ها از آن چه در اینستاگرام میبینید غمگین‌ترن. فقط با شکرگزاری میتونی احساس خوشبختی رو در خودت زنده نگه داری. تمرکز رو داشته‌هات رو رها نکن. اگه هیچ چیزی برای شکرگزاری پیدا نکردی، نبضتو چک کن. میدونی چند نفر تو دنیا دیروز دکمه‌های پیرنشون رو بستن و از خونه خارج شدن، اما امروز مرد قصال دکمه‌های پیرنشون رو براشون باز کرد؟ اما تو زنده‌ای، هستی، میتونی خیلی چیزا رو عوض کنی. اگه زندگیت پر از احساس ناامیدی و شکست و سیاهیه، با شمردن هر نعمت یه شمع روشن کن. اونقدر شمع روشن کن که تمام زندگیت پر از نور شه و کمی احساس خوشبختی کنی. از اونجا به بعد همین احساس خوشبختی برای تو خوشبختی بیشتر میاره و کم کم میافتی سمت راست نمودار رو تو زندگیت اوج میگیری.